رالیس در پایینش مرکز تجارتی نور است، آریانا کابل که تیکت فروشی هاست و صرافی هاست. ما هم دوستان عزیز در کوته سنگی کابل هستیم و آمدیم از کوته سنگی کابل دیدن داشته باشیم. دیگه همه سلو سلو با پیش میریم. زنبورال کم بود که مستقیم داخل چشم برد. قصابی ها دوستان عزیز گوشت خود پلاستیک پیچاندن که خاک نگیره. اگر شما در کامنت ها دوستان عزیز بر ما بنویسین که سرک با کدام میرا یا خوشحال خان است یا هم نه. دیگه سن دوستان عزیز دوباره دکان ها شروع میشه. این طرف بسیار کراچی ها بود دوستان عزیز، حال کراچی ها را نمیمونه، حال کراچی ها نیست. اگر نه بسیار کراچی میگوشید دوستان عزیز ناحیه نمیمونه. پیاده رو و بغل پیاده رو کلا کراچی میگوشی هم پول کوته سنگیز دوستان عزیز. سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، کاخ سلطنتی سریدار رو ببینید که تازه جور شد، تازه بازسازی شد و چقدر زیبا و چقدر مقبول است و چقدر عالی است. در پایینش مرکز تجارتی نور است، آریانا کابل که تیکت فروشی هاست و صرافی هاست. ما هم دوستان عزیز در کوته سنگی کابل هستیم و آمدیم از کوته سنگی کابل دیدن داشته باشیم. دیگه همه سلو سلو با پیش میریم. در ادامه ویدیو همراه ما باشین. بیروار کوته سنگی را دیگه خودتان میبینین، چاشت روز هم هست ولی به اندازه بیروار و بسیار شلوغ. دیگه پیش بریم دوستان عزیزم تو سلو سلو. سعیگون دیگه خودتان میبینین که این صدا کنم میره به این بخورین. ما متاسفانه که نمیتونیم بریم جز که مرغا رو بینین. مرغا رو بیادر ما کباب داره اینجا. این دیگه کبابش دوستان طرف هم دوستان عزیز بولونی میخورنه. این طرف تکه فروشی هست دوستان عزیز، بود فروشی هست، میوه خشک است. دیگه این طرف هم ساعت فروشی هست. دیگه این دست فروشی ها میشه دوستان عزیز. زیادتر دست فروشی ها را میبینید که عطر است و قرطیاسه است، کتاب است و همین چیزا. یا تو سلو سلو دوستان عزیز ما پیش میدیم. این که از پیاده رو بریم دوستان از این طرف کم کم. از این دوستان از پل کوته سنگی همچنان شروع میشه. این طرف دیگه ما زیر پل میخواییم بریم، بالای پل نه. این طرف دیگه دوستان عزیزم چبلق است، سقپایی، بود، کرمچ، چبلی. هر کسی که به ذوقش و طریق استفادهش دیگه انتخاب میکنه، به شوقش دیگه دوست ما. زغال ببینید، زغال دیگه سوختن بود دوستان عزیز. کباب یک قسم که باید پخته شود میگیره، میگه کباب باید در حرارت پخته شود، نه در آتش. آتش مستقیم نباشه، جای باشه که تو حرارت باشه، گرم باشه، کباب پخته شود بسیار نرم و خوبش میاد. اگر در آتش پخته شد پشتش پخته میشه، داخلش خام میمونه. در موتر چه بود بسیار ارزان بود. خب بسیار خوب دوستان از این طرف هم دیگه دست فروش ها هستن که میبینین. این طرف هم پل کوته سنگی دیگه که در تصویر میبینین پل کوته سنگی ره. کانا بگیریم بریم. طرف دکان هاست، قصابی هاست دوستان عزیز. هفته هست دیگه اونقدر نمیگیریم کاملا رو که اذیت نشین. میریم به پیش. حجامت سریقی را دوستان در تصویر میبینین. حجامت یک روش طبی قدیمی هست که به خاطر
بسیار از امراض فایده داره، مردم استفاده میکنن. میبینید در تصویر او طرف قصابی ها از دوستان عزیز زیاد رفته است. بیاک از اینیستو بریم اون زنبورال کم بود که مستقیم داخل چشم برد. قصابی ها دوستان عزیز گوشت خود پلاستیک پیچاندن که خاک نگیره. ما فروشی ها ما این کار نکردن. طرف هم کلا و پاچه است دوستان عزیز. کلا پاچه فروشی هم این اینجا موجود است. سرک دوستان عزیز چر مسدود است دیگه. از زیر پل موترها به این طرف میرن و اون طرف اجازه نیست. ملی بس ها هستن و این طرف میرن. البته دوستان عزیز ملی بس های دولتی هست. خواسترها شخصی هست. این ملی بس های دولتی و قدیمی افغانستان و کلا کابل هستن. قطعه سنگی دوستان عزیز میبینین فوقی روشن سریعتر از همیشه. شرکت مخابراتی روشن است دوستان عزیز. میگه دیگه دوستان عزیز بارم به حد اندازه است و سر و صدا همچنان بسیار زیاد میباشه. این زیر پل قطعه سنگی دوستان عزیز. بریم پیش از پل بگذاریم. این خربوزه دوستان عزیز. در این وقت سال خربوزه هم دیدنش چیز عجیب است دیگه. وقتش نیست اما اینا فروخته میشه. رنگ و رنگ خربوزه است دوستان عزیز. یک تو دونوانی خربوزه زرد است، سبز است، خندک است، لوبیا 20 روپه کتنانش 30 افغانی. از این سرک دوستان از این سال دیدن نداشتیم. این طرف نرفتیم دیگه. منتظر ویدیویتون هم باشن. فکر کنم این طرف خوشحال خان میره. طرف خوشحال خان میره اگر اشتباه نکنم. اگر اشتباه میکنم شما در کامنت ها دوستان عزیز بر ما بنویسین که سرک با کدام میره، یا خوشحال خان است یا هم نه دیگه. سون دوستان عزیز دوباره دکان ها شروع میشه. این طرف بسیار کراچی ها بود دوستان عزیز. مال کراچی ها را نمیمونه. حال کراچی ها نیست. اگر نه بسیار کراچی میگوشید دوستان عزیز. ناحیه نمیمونه. پیاده رو و بغل پیاده رو کلا کراچی میگوشی. هم پل قطعه سنگی دوستان عزیز که در تصویر میبینیم. خب دوستان نهایت گرامی امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین، کامنت بنویسین، نظراتتان کامنت انگلیسی بنویسین دیگه. تا ایزار بعدی همه تونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.